با سلام و عرض ادب خدمت دوستان و همراهان عزیز، با شما همراه هستیم با دوره آموزشی نرم افزار فلوئنت مشین. در جلسه قبلی ما با همدیگه نقاط قوت و ضعف نرم افزار فلوئنت مشین رو بررسی کردیم و گفتیم اگر کاربر نیاز داره که یک شبکه دو بعدی رو ایجاد کنه، نمیتونه از این نرم افزار بهره بگیره، چرا که این نرم افزار تنها برای ایجاد شبکه‌های سه بعدی مورد استفاده قرار میگیره. اما یکی از نقاط قوت این نرم افزار ایجاد شبکه‌ای با کیفیت مطلوب برای هندسه‌های پیچیده هست. در ادامه مباحث گفته شده قرار در این جلسه به بررسی انواع المان، کیفیت شبکه و همچنین نحوه ایمپورت کردن هندسه به داخل نرم افزار فلوئنت مشین رو آموزش ببینیم. در فضای دو بعدی نوع المان ما میتونه به صورت مثلثی یا المان‌های مربعی باشه، اما در فضای سه بعدی المان‌های ما میتونه به صورت تتر، پیرامید و برای ایجاد لایه مرزی ما میتونیم از المان‌های هکس یا وج استفاده کنیم. نرم افزار فلوئنت مشین در کنار المان‌هایی که شما در این اسلاید مشاهده کردید، یک نوع دیگر از شبکه رو برای ایجاد مش استفاده میکنه که به نوع المان‌های لانه زنبوری معروف هست. خوبی استفاده از این نوع المان این هست که میتونه تعداد شبکه شما رو به صورت چشمگیری کاهش بده. به طور مثال در یک مقاله ذکر شده بود که زمانی که از المان‌های مثلثی برای ایجاد شبکه استفاده شده، تعداد المان‌ها با اندازه یکسان با استفاده از المان مثلثی 15 میلیون شبکه و با المان‌های پلی نزدیک به 4 میلیون شبکه بوده و همچنین مدت زمان ران 1/4 شده. این نشون میده که استفاده از این نوع المان به چه اندازه میتونه بر روی شبیه سازی و همچنین کامپیوتیشنال کاست شما اثرگذار باشه. در این اسلاید ما انواع شبکه‌های مختلف رو که با استفاده از المان‌های اسلاید قبلی پر شده رو مشاهده می‌کنیم. در سمت چپ شما یک شبکه آن استراکچر رو می‌بینید که با استفاده از تکنیک بلاک بندی یک مش بسیار منظم رو روی این هندسه ایجاد کردن. اما در قسمت بالا می‌بینید که با استفاده از المان‌های مثلثی شبکه ایجاد شده و تقریباً این هندسه جزو هندسه‌های پیچیده‌ای هست که کاربرها میتونن با اون مواجه بشن. اما در این عکس شما شبکه‌ای رو مشاهده می‌کنید که توسط نرم افزار فلوئنت مشین ایجاد شده. همونطور که در اسلاید قبلی هم اشاره کردم، یکی از تکنیک‌هایی که این نرم افزار استفاده می‌کنه شبکه لانه زنبوری یا پلیه که در کنار شبکه پلی اگزا میتونه تعداد المان شما رو به صورت چشمگیری کاهش بده. اما در این قسمت شما مشاهده میکنید که با استفاده از تکنیک بلاک بندی یک شبکه استراکچر رو برای هندسه نسبتاً پیچیده‌ای ایجاد کردن. یکی از مشکلاتی که شبکه‌های استراکچر و کلاً بلاک بندی داره این هست که کاربر برای ایجاد این نوع شبکه باید زمان نسبتاً زیادی رو صرف کنه و همچنین در کنار این زمان باید مهارت کافی رو برای ایجاد این نوع شبکه داشته باشه. پس همیشه همه کاربرها نمیتونن از شبکه استراکچر بهره مند بشن. به طور مثال این نوع هندسه و این نوع شبکه بندی برای یک کاربری که با تکنیک بلاک بندی آشنا نیست و مهارت کافی رو نداره تقریبا غیر ممکن هست. اما در این اسلاید ما قرار با همدیگه مفاهیم مربوط به شبکه بندی رو بررسی کنیم.
همونطور که در اینجا ذکر شده سلول یا سل به اجزای کوچکتر یک دامنه محاسباتی یا کنترل والیوم گفته میشه. شما اگر یک کنترل والیوم رو به اجزای کوچکتری تقسیم کنید مطمئنا به سلول خواهید رسید. اما نود، گره های شبکه محاسباتی ما به نود معروف هست یا گرید پوینت. سل سنتر، مطمئنا شما شنیدید که نرم افزار انسیس فلوئنت برای محاسباتش از داده ها در مرکز سلول استفاده میکنه. سل سنتر به معنی مرکز یک سلول است. اما اج، تمام این خطوطی که شما در اینجا مشاهده میکنید اج یا خطوط شبکه هستند. حالا اگر این خطوط در داخل فضای محاسباتی شما باشه به یک خط اینتریور معروف است و اما اگر این اج در بیرونی ترین نقطه یا در بیرونی ترین ناحیه شبکه محاسباتی شما قرار بگیره بهش باندری سل گفته میشه. همچنین شما در این قسمت مشاهده میکنید که به مجموع فیس های یک شبکه ما باندری میگیم. یعنی شما زمانی که یک باندری رو تعریف میکنید در حقیقت در فضای سه‌بعدی به مجموع این سطوح گفته میشه و در فضای دوبعدی به مجموع این خطوط ما یک شرط مرزی میگیم. اما کیفیت شبکه یا مش کوالیتی چیه؟ همونطور که در جلسه قبلی اشاره شد مش های سازمانی یافته به دلیل جهتگیری بهتری که در فضای محاسباتی دارن معمولاً همگرایی بالاتری نسبت به سایر المان های دیگه برای کاربرها ارائه میدن. از این رو ما همیشه باید اولویت خودمون رو بر این قرار بدیم که از مش های سازمانی یافته برای شبکه بندی خودمون استفاده کنیم. اما نکته اینجاست گاهن در شبیه سازی های ما جریان یا گردابه های وجود داره یا اینکه ما یک جریان چرخشی رو داریم شبیه سازی میکنیم. دیگه در این قسمت ما نمیتونیم مطمئن بشیم که مش های ما در جهت جریان ما هستن و همچنین در برخی از مواقع انقدر هندسه ما پیچیده میشه که دیگه از مش های سازمانی یافته نمیتونیم بهره مند بشیم. به همین منظور ما باید بریم سراغ مش های آن استراکچر. فقط باید دقت داشته باشید در نواحی که گرادیان یعنی تغییرات فشار، سرعت، دما وجود داره شما حتما باید از المان های بیشتری استفاده کنید. به اصطلاح در این نواحی شما باید از چگالی مش یا دنسیتی مش استفاده کنید. برای اینکه یک شبکه رو بررسی کنید و ببینید که کیفیت این شبکه خوب هست یا نه دو تا معیار رو معرفی میکنیم، معیار اسکیونس و ارتوگونال کوالیتی. معیار اسکیونس هر چقدر به سمت یک تمایل داشته باشه این به معنی این هست که شبکه شما کیفیت قابل قبولی رو نداره و همچنین برای ارتوگونال کوالیتی هر چقدر کیفیت شبکه شما یا مقدار ارتوگونال کوالیتی شبکه شما به سمت یک بره به معنی این هست که شبکه شما کیفیت بسیار مطلوبی رو داره. شما در یک شبکه بندی میتونید هر دو معیار رو چک کنید. اما هر کدوم از معیارهای اسکیونس و ارتوگونال کوالیتی فرمول‌های مربوط به خودشون رو دارن که ما در اینجا به این فرمول‌ها نمیپردازیم ولی یک تعریفی رو برای شما ارائه میدیم که یک درک نسبتاً خوبی رو نسبت به اسکیونس و ارتوگونال کوالیتی داشته باشید. در حقیقت اسکیونس تیزی شبکه شما هستش. شبکه‌های سازمان یافته به اصطلاح میگن بهترین زاویه‌ای که میتونه یک المان در این نوع شبکه داشته باشه 90 درجه است و هر چقدر از این زاویه شما فاصله بگیرید یعنی به سمت زاویه‌های تند برید اسکیونس شما به سمت ورست میره. برای المان‌های مثلثی
این زاویه باید در مطلوب ترین حالت به سمت 60 درجه باشه و هر چقدر شما از این مقدار دور بشید دوباره اسکنس شما به سمت ورس میره یا به سمت عدد 1. اما مقدار ارتوگونال کوالیتی یا این کیفیت، این نوع معیار چه چیزی رو به ما نشون میده؟ در حقیقت ارتوگونال کوالیتی زاویه دوتا المان نسبت به همدیگه هستند. شما اگر از مرکز این سلول یک بردار عمود به سطحش رو رسم کنید و از مرکز این یکی سلول، یعنی سلولی که در وسط مشخص شده، به سمت مرکز سلول مجاورش یک بردار بکشید، زاویه بین این دوتا بردار میشه معیار ارتوگونال کوالیتی شما. و هر چقدر این کیفیت به سمت 1 میل کنه به این معنی هست که شبکه شما کیفیت خیلی خوبی رو داره. یک نکته‌ای که خیلی مهم هست تعداد المان‌های بی‌کیفیت شما هست. شما همیشه نمیتونید شبکه‌ای رو ایجاد کنید، به خصوص برای هندسه‌های خیلی پیچیده. نمیتونید شبکه‌ای رو ایجاد کنید که اسکیونس یا ارتوگونال کوالیتی نسبتاً قابل قبولی رو داشته باشه. نکته‌ای که میتونید به اون توجه کنید تعداد المان‌ها هست. یعنی اگر شما یک شبکه‌ای رو ایجاد کردید که اسکیونس اون با توجه به گزارش‌هایی که نرم افزار فلوئنت میده در حد 95 صدم هست که خب 95 صدم تقریبا اسکیونس خیلی خوبی نیست و به سمت عدد 1 میل کرده. ولی مهم این هست که شما چه تعداد المان بی‌کیفیت دارید. به طور مثال شما 10 میلیون شبکه ایجاد کردید و از این 10 میلیون حدود 1000 تا المان با اسکینوس 95 صدم دارید. دو تا مورد هست که نسبت این المان ها کم باشه، یعنی شما در 10 میلیون شبکه فقط یک نسبت کمی از المان هاتون اسکینوس نسبتاً بالایی داشته باشه و همچنین این المان ها در نقاط حساس واقع نشده باشه. اگر گاهن این المان ها بیان در نواحی قرار بگیرن که شما به اصطلاح گرادیان های شدیدی دارید، ممکنه باعث دایورت شدن حل شما بشه. پس حتما به این نکته توجه کنید که در قدم اول شما سعی کنید همیشه شبکه‌ای رو ایجاد کنید که کیفیت قابل قبولی داشته باشه، چه معیار اسکیونس چه معیار ارتوگونال. ولی اگر تمام تلاش خودتون رو کردید و شبکه طوری بود که نمیشد کیفیت قابل قبولی رو برای مشتون ارائه بدید، میتونید با همون مش شبیه سازی خودتون رو انجام بدید. به طور مثال شما در یک هندسه شاید زاویه های بسیار تند داشته باشید. این زاویه ها میتونه برای شما اسکیونس بالایی رو ایجاد کنه و همچنین باندری لیر شما وقتی که باندری لیر میاد به زاویه های تند میرسه، خواه یا ناخواه برای شما اسکیونس بالایی رو ایجاد میکنه. پس توجه به این نکات خیلی مهم هست که شما بدونید به چه نحوی باید شبکه رو ایجاد کنید. اما نکته بعدی، یکی از مزیت‌های نرم افزار فلوئنت مشینگ این هست که میتونه تقریباً شبکه‌های قابل قبولی رو حتی برای هندسه‌های پیچیده ایجاد کنه و کیفیت قابل قبولی برای کاربرها ارائه بده. بریم سراغ نحوه وارد کردن هندسه به نرم افزار انسیس فلوئنت مشینگ. مطمئناً شما با ایمپورت کردن هندسه با مشکلاتی که نرم افزارهای متعدد برای وارد کردن هندسه به نرم افزار دارن مواجه شدید. اما خوبی نرم افزار انسیس فلوئنت مشینگ این هست که شما دیگه این مشکلات رو ندارید. دو تا راه هست که شما جیومتری خودتون رو به داخل این نرم افزار وارد کنید. یا شما باید از طریق ورکبنچ این کار کنید یا بیاین به صورت مستقیم هندسه رو وارد نرم افزار کنید. به این طریق که
با استفاده از نرم افزار دیزاین مدلر یا اسپیس کلیم هندسه خودتون رو باز کنید و سپس هندسه رو به راحتی ایمپورت کنید به داخل نرم افزار فلوئنت مشین با استفاده از کانکشن هایی که در ورکبنچ وجود داره که در ادامه به اون میپردازیم و یا اینکه خود فلوئنت مشین رو به صورت مستقل باز کنید و از قسمت ایمپورت جیومتری هندسه‌تون رو با فرمت هایی که قابل قبول هست وارد این نرم افزار کنید. اما در مورد واحد کاری، اگر شما هندسه رو در دیزاین مدلر یا اسپیس کلیم ایجاد کردید، واحد کاری که در نرم افزار فلوئنت مشین برای شما انتخاب میشه مطابق با قدم قبلی شما هست، یعنی با همون واحدی که هندسه رو ایجاد کردید داخل نرم افزار اون رو مشاهده میکنید. اما اگر هندسه رو از نرم افزارهای خارجی یعنی مثل نرم افزار کتیا یا نرم افزار دیگه مثل سالید ورک وارد نرم افزار فلوئنت مشین میکنید، حتما واحد یونیت خودتون رو چک کنید که باید مطابق با طراحی شما قرار بگیره. اما اگر شما هندسه خودتون رو در نرم افزارهای دیگری مثل نرم افزار سالید ورک یا کتیا وارد کردید، میتونید با ایمپورت کردن و درگ اند دراپ کردن اون رو توسط ورکبنچ به داخل نرم افزار فلوئنت مشین وارد کنید. دقت داشته باشید هندسه های شما قبل از ورود به نرم افزار فلوئنت مشین بهتر هست شرایط مرزی و حجم مشخص بشه. درسته این نرم افزار یعنی نرم افزار فلوئنت مشین میتونه برای شما شرایط مرزی و حتی والیوم هندسه‌تون رو ایجاد کنه، ولی بهتر هست شما با نرم افزاری مثل دیزاین مدلر یا اسپیس کلیم این کار رو انجام بدید. از بین دو تا نرم افزارهای طراحی که داخل نرم افزار ورکبنچ موجود هست یعنی دیزاین مدلر و اسپیس کلیم، من به شخص ترجیحم استفاده از اسپیس کلیم، چرا که خب این نرم افزار نسبت به دیزاین مدلر کمی یوزر فرندلی هست و ما میتونیم به راحتی با اون استفاده کنیم و همچنین شیب یادگیری اسپیس کلیم نسبت به دیزاین مدلر خیلی سریعتر هست. اما اگر شما قرار هست یک پارامتریک استادی داشته باشید، از نظر من بهتر هست دیزاین مدلر رو استفاده کنید. کمی با توجه به اینکه شاخه درختی تو این نرم افزار وجود داره و واضح هست کاربر چه قسمت هایی رو برای ایجاد هندسه استفاده کرده، پارامتریک کردن توی دیزاین مدلر کمی راحت هست. البته این به معنی این نیست که در اسپیس کلیم شاخه درختی وجود نداره، توی این نرم افزار هم وجود داره، اما کار کردن با دیزاین مدلر برای پارامتریک استادی خیلی راحت تر هست. اگر شما هندسه‌تون رو با توجه به اینکه نرم افزار دیگه‌ای هم برای مدل سازی وجود داره مثل کتیا در این نرم افزارها مدل کردید، باز هم میتونید هندسه رو در دیزاین مدلر رو اسپیس کلیم باز کنید و والیوم و شرط‌های مرزی خودتون رو ایجاد کنید. بعد از اینکه شما هندسه خودتون رو وارد نرم افزار فلوئنت مشین کردید، در قسمت ایمپورت جیومتری گزینه‌های متعددی رو مشاهده می‌کنید که یکی از این گزینه‌ها ادوانس آپشن هست. در قسمت ادوانس آپشن گزینه‌های متفاوتی وجود داره مثل separate zoom by angle, tolerance, maximum facet length و does the cat have name selection on edge or not. در حقیقت شما زمانی که از ادوانس آپشن استفاده می‌کنید این گزینه‌ها برای شما قابل دسترس هست. در قسمت اول که separate zoom by angle یا region هست، کاربر اگر فایل یا طراحی داشته باشه که بخواد سایزینگ های متفاوت یعنی اندازه المان بر روی سطوح مختلف رو متفاوت قرار بده و به هر دلیلی در نرم افزارهای قبلی که اشاره کردم برای تعیین این سطوح اسم یا نیم سلکشن خاصی قرار نداده،
میتونه بیاد separate zoom by angle رو بزنه یا ریجن. اتفاقی که میفته با توجه به نواحی یا زاویه هایی که در هندسه وجود داره، هندسه دارای لیبل یا زون های متفاوت میشه. در نرم افزار فیلم میشین لیبل و همچنین زون رو به شما توضیح خواهم داد، اما در کنار گزینه separate zoom by angle یا region شما گزینه tolerance هم مشاهده میکنید که در اسلاید بعدی به این سه تا گزینه میپردازیم. اما یک نکته بسیار مهم، اگر شما قرار هست از بادی آف اینفلوئنس استفاده کنید، یعنی بیاین یک قسمت از هندسه خود رو مشخص کنید و بگید زون این قسمت همین ریزتر نسبت به سایر نواحی باشه، مثل همین اتفاقی که اینجا افتاده. شما مشاهده میکنید که این نواحی ریزتر نسبت به نواحی بیرونی شبکه بندی شد. دلیلش استفاده از بادی آف اینفلوئنس هست که انشاءالله در طول دوره این قسمت رو حتما با هم بررسی میکنیم. بهتر هست که شما بادی آف اینفلوئنس خودتون رو یک اسم ویژه قرار بدید روش که به راحتی بتونید اون رو پیدا کنید. چرا؟ اگر شما بیا اینجا separate zoom by angle رو بزنید، با توجه به اینکه یک هندسه زاویه و زون های متفاوتی داره، لیبل های زیادی برای شما ایجاد میشه و پیدا کردن بادی آف اینفلوئنس کمی برای کاربرها مشکل میشه. اما قسمت tolerance, maximum face of length و does the cat have name selection on edge رو در قسمت قبلی به اون اشاره کردیم، اما توضیحاتش رو در این اسلاید خدمت شما ارائه میدم. قسمت tolerance که به صورت دیفالت روی 10% قرار داره. مقدار تصحیح هندسه در هنگام وارد شدن به نرم افزار مشخص میکنه. اگر شما بیاین مقدار تولرنس خودتون رو روی عدد 0 قرار بدید، در برخی از مواقع که هندسه شما کمی پیچیده هست، اتفاقی که میفته سطوح شما به هم ریخته میشه. به صورت پیش‌فرض عدد 10% اوکی هست، ولی اگر شما این عدد رو برید به سمت 90% یا عدد بالاتر، اتفاقی که میفته سطوح کرو شما دیگه اون حالت کرو رو نداره و کمی به سمت تیز شدن میره. پس همین 10 رو به نظر من استفاده کنید. اما گزینه maximum passive length، اگر شما از فایل های STP، IGS یا بعضا STL استفاده کردید، گاهی پیش میاد که سطوحی داخل هندسه شما ایجاد میشه که این سطوح ناخواسته است، اصلا کاربر اونها تولید نکرده. یکی از مشکلات فایل های IGS STP است که حالا در این اواخر با توجه به بهبودهایی که انجام شده کمتر این سطوح ناخواسته ایجاد میشه. شما میاین با استفاده از گزینه maximum passive length سطوحی که بزرگ هستن و نسبت به ابعاد هندسه شما ناخواسته تولید شده رو حذف می‌کنید. به طور مثال اسکیل هندسه من ماکسیموم سطوحی که دارم، یعنی ماکسیموم طولی که دارم 100 میلیمتره و الان سطحی با یا صفحه‌ای با طول 1 متر ساخته شده. خب من اگر بیام بگم که به نرم افزار ماکسیموم طول من 100 میلیمتره، مطمئناً هر چقدر سطوح بالاتر از 100 باشه رو حذف میکنه. پس این گزینه هم میتونه به کاربرها برای تصحیح جیومتریشون کمک کنه. اما does the cat have name selection on edge؟ اگر شما در استپ قبلی، یعنی مرحله قبلی اومدید و بر روی خطوط هندسه خودتون نیم سلکشن انجام بدید، حالا به منظور سایز بندی، به هر منظوری که شما برای مش بندی اون رو نیاز دارید، اگر قرار هست در نرم افزار فیلم مشین این نیم سلکشن ها رو مشاهده کنید، این تیک رو باید فعال کنید، اگر نه نیاز به روشن کردنش نیستش.
دقت داشته باشید که نیم سلکشن ها با توجه به اینکه نرم افزار فلوئنت در فضای سه‌بعدی شبکه بندی رو انجام میده، نیم سلکشن ها روی خطوط معنی نداره. یعنی اگر شما بخواید از این نیم سلکشن ها به عنوان باندری استفاده کنید معنی نداره. چرا که در فضای سه‌بعدی سطوح ما باندری های ما رو تشکیل میدن و در فضای دوباره این اج ها هستن که باندری های ما رو مشخص میکنن. پس حتما به این نکته اشاره کنید که نیم سلکشن روی خطوط بی‌معنی هست. اما وارد کردن هندسه به نرم افزار فلوئنت مشین، ما با استفاده از دیزاین مدلر و اسپیس کلایم خیلی راحت میتونیم هندسه‌مون رو وارد فلوئنت مشین کنیم. کافی است روی تول باکس مربوط به جیومتری خودمون ترانسفر دیتا تو نیو فلوئنت مشین رو بزنیم و به راحتی هندسه وارد میشه. حالا با استفاده از فرمت های دیگه مثل IGS، STP شما میتونید هندسه خودتون رو وارد کنید. کافیه این فرمت ها رو درگ اند دراپ کنید. من یک نمونه از این روش رو برای شما در ادامه توضیح خواهم داد و با استفاده از دیزاین مدل یا اسپیس کلایم هندسه رو باز کنید، تسهیلات مربوط به خودتون رو انجام. اما یک بخش خیلی مهم که حتما اون رو به یاد داشته باشید. شما زمانی که هندسه رو وارد نرم افزار فلوئنت مشین میکنید، در دایرکتوری فلوئنت مشین در جایی که حالا فایل هندسه شما قرار داده شده، بعد از ایمپورت شدن هندسه فایلی با پسوند PMDB ساخته میشه. شما از این فایل میتونید برای دفعات بعدی استفاده کنید و هندسه‌تون رو ایمپورت کنید به نرم افزار فلوئنت مشین. چه تفاوتی میکنه؟ به طور معمول اگر شما از فرمت های STP، IGS یا حتی دیزاین مدل اسپیس کلایم استفاده کنید، کمی ایمپورت کردن، پروسه ایمپورت کردن زمان بره. اما اگر بیاین با فرمتی که در اینجا خدمت شما توضیح دادم هندسه رو وارد کنید، خیلی سریع این اتفاق میفته و شما به راحتی میتونید هندسه‌تون رو در کمتر از 1 یا 2 ثانیه روی صفحه گرافیکی خودتون مشاهده کنید. پس پیشنهاد میکنم با توجه به اینکه این فایل بسیار برای هندسه‌های پیچیده کارهای بالایی داره، حتما اون رو در یک گوشه سیو کنید. تمام فایل های هندسه خودتون در یک دایرکتوری سیو کنید، در کنارش این فایل هم قرار بدید که اگر قرار هست در دفعات بعدی از فلوئنت مشین برای شبکه بندی استفاده کنید و هندسه‌تون رو ایمپورت کنید، این فایل رو ایمپورت کنید و سریع هندسه خودتون رو روی صفحه مشاهده کنید. در ادامه میخوایم وارد نرم افزار ورکبنچ بشیم و نحوه ایمپورت کردن هندسه رو به داخل نرم افزار فلوئنت مشین برای شما توضیح بدم. با ما همراه باشید با دوره آموزشی نرم افزار فلوئنت مشین. یکی از راه‌های وارد کردن هندسه به داخل نرم افزار انسیس ورکبنچ زمانی که شما هندسه خودتون رو با فرمت های IGS یا استپ سیو کردید این هست که در یک دایرکتوری مشخص هندسه خودتون رو قرار بدید و سپس با درگ اند دراپ کردن هندسه شما میتونید اون رو وارد نرم افزار ورکبنچ کنید. کافیه فقط ورکبنچ خودتون رو باز کنید و به این صورت فایل رو داخل فضای کاری خودتون رها کنید. با استفاده از این روش هندسه شما به اصطلاح ایمپورت میشه داخل فضای کاری نرم افزار ورکبنچ. حالا به راحتی میتونیم با استفاده از نرم افزارهایی مثل دیزاین مدل و اسپیس کلایم هندسه خودمون رو ایجاد کنیم. کافیه روی بخش جیومتری راست کلیک کنید و به طور مثال اسپیس کلایم رو انتخاب کنیم تا هندسه‌مون وارد فضای کاری نرم افزار اسپیس کلایم بشه. الان مشاهده میکنید که هندسه داخل نرم افزار ورکبنچ باز شد. شما از زیر شاخه استراکچر میتونید پارت هایی که ایجاد کردید رو ببینید. من در اینجا فقط فضای والیوم رو به شما نشون میدم. در قسمت سالید
والیوم میتونید فضایی که یا والیوم هندسه من رو مشاهده کنید. قسمت بعدی سالید یا همون در اصل اینجا فضایی هست که دامنه خارجی من هست. یکی از مشکلاتی که ممکن هست برای شما پیش بیاد هنگامی که پارت های متفاوت دارید این هست که برای شما اینترفیس ایجاد بشه. اگر من بیام روی قسمت پارتم به این صورت کلیک کنم، در قسمت شیر توپولوژی میبینید که الان نان نوشته شده. اینو حتما شما روی شیر قرار بدید تا مرزهای اینترفیس براتون ایجاد بشه. نکته بعدی که برای تصحیح هندستون ممکن هست به درد شما بخوره این بخش هست. نگاه کنید الان قسمتی از هندسه نازل من وارد دامنه اصلی شده. میبینید من برای اینکه این دوتا حجم رو از هم کم کنم میتونم از کمباین استفاده کنم و روی این دوتا حجم کلیک کنم. یک قسمت اضافی برای من ایجاد میکنه. اون رو اگر دیلیت کنم هندسه من، یعنی هندسه که قسمتی که وارد دامنه اصلی شده از هندسه کوچکتر کم میشه و مشکل اینترفیس اون هم اینجوری برطرف میشه. پس هر دو کار رو شما نیاز دارید انجام بدید. اگر در قسمت پریپر اینترفیس رو بزنیم نرم افزار باید بگه که نو آریا فان، یعنی هیچ سطحی به عنوان اینترفیس الان شناخته نمیشه. اگر این رو روی نان بذاریم ببینیم چه اتفاقی میفته. البته الان ما چون از همدیگه کم کردیم مشکلی نداره. خب هندسه الان هیچ ایرادی نداره. اینم روی شیر میذاریم که داخل نرم افزار فلوئنت مشینگ به مشکلی احیانا نخوریم. پس این دوتا کار رو حتما برای هندسه های خودتون انجام بدید که مشکل اینترفیس رو نداشته باشید، چون نرم افزار فلوئنت مشینگ در حالت واتر تایت یا قسمت ورک فلو نمیتونه برای شما مش‌های اینترفیس رو ایجاد کنه و ما باید از این تکنیک برای اصلاح هندسمون استفاده کنیم. قدم بعدی این هست که اسپیس کلیم رو ببندید، روی نرم افزار خودتون یعنی قسمت تول باکس راست کلیک کنید و ترانسفر دیتا تو فلوئنت مشینگ رو بزنید. روی قسمت مش دوبار کلیک کنید. متوجه میشید که شماتیک باز شده در اینجا مثل حالتی هست که ما روی ستاپ فلوئنت کلیک میکردیم. میتونید شما از همین الان تنظیمات مربوط به حلتون هم انجام بدید. به طور مثال میتونید دقت مضاعف یا دابل پرسیژن رو شما روشن کنید. اینجا دو تا منو برای شما هست، یکی مشینگ پروسس و سالور پروسس. شما میتونید تعداد هسته شبکه بندی رو 20 بذارید، برای سالور 50 تا به طور مثال بدید، یا عددهای متفاوتی اینجا برای کار خودتون قرار بدید. من هر دو رو به طور مثال 20 میذارم. یا از قسمت حتی جی پی یو شما میتونید اینجا مشخص کنید که برای حلتون شما اگر احیانا میخواید جی پی یو استفاده کنید اینجا اون عدد رو قرار بدید. دقت داشته باشید این قسمت تعداد هسته‌های جی پی یو نیست. این بخش مربوط میشه به تعداد جی پی یو. ممکنه یک سیستم چند تا جی پی یو داشته باشه، اونجا عدد مربوط به کار خودتون رو قرار میدید. حالا استفاده از جی پی یو هم داستان خودش رو داره که ما در اینجا به اون نمیپردازیم. پس شما میتونید تعداد هسته شبیه سازی خودتون رو بیشتر بذارید، در کنارش تعداد مشین پروسس خودتون یعنی تعداد هسته های شبکه بندی رو عدد متفاوت تری قرار بدید. من اینجا هر دو رو روی سی میذارم و روی استارت میزنم. بعد از اینکه شما هندستون رو وارد نرم افزار فلوئنت مشینگ کردید، ابتدا برای شما مشخصات یا لانچر مربوط به
هسته رو مشخص میکنید. اینجا تعداد هسته‌ای که انتخاب کردید رو مشاهده میکنید و بعد از این بخش شما روی ایمپورت جیومتری میتونید کلیک کنید. با راست کلیک کردن روش آپدیت رو میتونید بزنید تا هندستون از مسیری که اینجا نوشته شده وارد نرم افزار بشه. یا حتی میتونید در این قسمت ایمپورت جیومتری رو بزنید، روی ایمپورت بزنید و بعد از این قسمت کپی فقط روی ایمپورت جیومتری بزنید تا هندسه وارد نرم افزار بشه. ما این کار رو یک بار با هم دیگه انجام میدیم. بسته به سیستمی که دارید استفاده میکنید توان سیستمتون کمی طول میکشه تا هندسه وارد نرم افزار بشه. پس در این قسمت کمی صبر کنید، روی قسمت های دیگه کلیک نکنید و بذارید که هندسه وارد بشه. خب میبینید که الان هندسه‌ای که ما در نرم افزار اسپیس گلیم مشاهده کردیم به طور دقیق وارد نرم افزار فلوئنت مشینگ شد. داخل اسلاید ها گفتیم در قسمت ایمپورت جیومتری ما گزینه‌ای به اسم ادوانس آپشن رو داریم. دقت داشته باشید اگر شما بخواید مرحله ای رو در اینجا ادیت کنید کافیه روی قسمت ریورت اند ادیت بزنید و دوباره به حالت فلش میشه. میتونید تغییرات مربوط به کار خودتون رو اعمال کنید. اگر روی ادوانس آپشن ما بزنیم در قسمتی که مشاهده میکنید نوشته شده separate zone by، اگر این منو رو باز کنیم یا ریجن هست یا ریجن اند انگل. گفتیم زمانی استفاده بشه که کاربر میخواد سطوح خودش رو به سطوح ریستری تبدیل کنه. به طور مثال من یادم رفته که برای این قسمت یعنی فیس روبروی نامگذاری خاصی رو انجام میخوام به هر دلیلی اینجا شبکه ریستری رو استفاده کنم و الان دسترسی به این لیبل یا این زون ندارم. درباره لیبل ها هم با هم دیگه صحبت میکنیم در قسمت اد لوکال سایزینگ، اونها رو به شما نشون میدم. اگر گزینه separate zone by region رو بزنم یا region by angle رو بزنم اتفاقی که میفته نرم افزار میاد هندسه من رو میشکنه و سطوح متفاوتی رو ایجاد میکنه. بعد از اینکه شما ریجن بای انگل رو میزنید مشاهده میکنید که در این قسمت برای شما سپریشن انگل رو یا زاویه جداساز رو مشخص میکنه. روی قسمتی هم که به شکل علامت سوال هست اگر کلیک کنید یک هلپ کوچیک و مفید رو برای شما مینویسه که میتونید اون رو نگاه کنید و ببینید که این گزینه به چه کاری میاد. خب بریم سراغ قسمت تولرنس. همونطور که گفتم به صورت دیفالت روی 10% هست. اینجا حالا 1/10 نوشته شده و اگر شما ضرب در 100 کنید میشه همون 10%. کاری که برای شما میکنه میاد مقدار ریفاین شدن جیومتری رو هنگام ورود مشخص میکنه. میبینید الان یک شکستگی هایی رو در این قسمت شما مشاهده میکنید. این دلیلش همین ورود هندسه به نرم افزارهای شبکه‌بندی است که همین نرم افزارها اتفاق میفته. ISMTFP، نرم افزار انسیس مشین، همگی این مشکل رو دارن که شما میتونید این تولرنس رو در مقدار پایین قرار بدید تا این مشکلات برطرف بشه. پیشنهاد میکنم روی همین 1/10 هم باشه، تغییرش ندید. اگر دیدید که حالا احیانا هندستون کمی شکستگی هایی رو داره در هنگام ورود میتونید مقدار رو کمتر هم قرار بدید. اما گزینه ماکسیموم فیست لنت
اتفاقی که با استفاده از این گزینه برای شما میفته این هست که اگر احیانا در شبیه سازی شما صفحات ناخواسته ایجاد شده باشه، شما میتونید یک فیلتر بذارید و این صفحات رو از داخل این فیلتر رد کنید. به طور مثال شما یک مش رو در نظر بگیرید. منظور از مش اینجا یک چیزی هست که فیلتر کنه کار شما رو. یک فیلتر رو در نظر بگیرید. به این فیلتر میگید که هندسه من ماکسیموم طولی که داره 1 متره. با توجه به اینکه شما یک فیلتر قرار دادید، هر چیز، هر صفحه، هر اندازه‌ای که بالاتر از 1 متر باشه به صورت دیفالت دیگه وارد نرم افزار نمیشه و این گزینه هم میتونه برای فایل هایی مثل فایل های STL که با استفاده از ابر نقاط شبیه سازی شدن بسیار مفید باشه. اما قسمت Does the cat have name selection on edge؟ نگاه کنید، ما به صورت دیفالت فضای 3 بعدی رو داریم. فضای 2 بعدی رو اینجا نمیتونیم مشاهده کنیم. در فضای 3 بعدی سطوح ما هستن که برای ما باندری های ما رو مشخص میکنن. اما کاربر میتونه در نرم افزاری مثل اسپیس گلیم حتی روی خطوط هم نیم سلکشن هایی رو ایجاد کنه. به طور مثال روی این خط شما اگر این گزینه روی نو بذارید، نیم سلکشن هایی که روی خط ایجاد شده روی خطوط هندسه وارد نرم افزار نمیشه، ولی اگر یس بزنید این اتفاق میفته. دقت کنید که معمولا این گزینه به درد ما نمیخوره. من خودم تا حالا از این قسمت استفاده نکردم، چرا که شما میتونید با استفاده از لوکال سایزینگ ها روی خطوطی که احیانا نیاز دارید، خطوط ریز هندسه، مشتون رو به صورت دیفالت و اتوماتیک ریز کنید. من خودم از این گزینه استفاده نکردم توی شبکه بندی هام، ولی خب توضیحاتش رو باید برای شما میگفتم. روی آپدیت میزنیم تا هندسه وارد نرم افزار بشه. یک نکته‌ای که در خلال اسلاید ها به شما توضیح دادم، زمانی که شما هندستون رو وارد نرم افزار فلوئنت مشینگ میکنید، در کنار فایل جیومتری معمولا این مسیری که همینجا نوشته شده یک فایل دیگر رو قرار میده که با پسوندی هست PMDB. این پسوند برای شما کاری رو انجام میده که هندسه به صورت سریعتری وارد نرم افزار بشه. حالا ساده تر هست، تعداد کمتری از
حالا قسمت‌های مختلف رو شامل میشه که میتونید از هر دو بخشش استفاده کنید برای مشخص کردن سطوح هدف خودتون. حالا در قسمت ایمپورت جیومتری من این گزینه رو میزنم. بیایم روی دسکتاپ ببینیم که فایل مربوط به هندسه اونجا ساخته شده یا خیر. خب در اینجا نیست. اگر ما فایل رو از اینجا برداشتیم احتمالاً در مسیر هندسه ما هستش. من دوباره وارد فلوئنت هم میشم. این مسیر رو اگر ببینیم ببینید در مسیری که حالا سیو بود در قسمت جیومتری یه فایل برای من ایجاد کرده با پسوند PMDB. از این فایل هم استفاده میکنم برای ایمپورت کردن. فعلا میخوام به شما قسمت separate zoom by angle رو روی نان بذارم ببینیم چه اتفاقی میفته. دوباره آپدیت رو میزنم. این بار باید در قسمت لیبل ما سطوح هدف کمتری رو مشاهده کنیم. چرا اصلا ما به نرم افزار نگفتیم که سطوح ما رو به زیر شاخه یا به سطوح ریسر تبدیل کن. من پیشنهاد میکنم اگر هندستون جوری هست که شما بتونید نیم سلکشن ها رو ایجاد کنید و اینکه والیوم رو اکسترکت کنید، سعی کنید در همون اسپیس کلیم یا دیزاین مدل حتما این کار رو انجام بدید، چون کمی کار کردن با این بخش مشکل هست. صبر میکنیم که دوباره هندسمون وارد نرم افزار بشه. این بار در قسمت لیبل زون میبینیم که الان ما تعداد کمتری پارامتر داریم. اینجا همون پارامترهایی هستن که من در نرم افزار اسپیس کلیم از قبل روی هندسه مشخص کرده بودم. شما اگه نیم سلکشنی داشته باشید در قسمت لیبل حتما مشخص میشه. اما بریم سراغ استفاده از فایلی که خود فلوئنت برای ما میسازه. در قسمت جیومتری من این بار از این فایل برای ایمپورت کردن استفاده میکنم. شما فقط دقت کنید سرعت لود شدن هندسه رو. به همین راحتی لود شد. خیلی سریعتر بود. مخصوصا اگر شما سیستم خیلی قوی نداشته باشید زمان لود شدن بسیار مخصوص هست. پس این هم یک تکنیکی بود که حتما شما استفاده کنید برای وارد کردن هندسه خودتون به داخل این نرم افزار تا کمی زمان رو برای خودتون بخرید و به اصطلاح در روند شبیه سازیتون به کارتون سرعت ببخشید. خب دوستان عزیز تا اینجای کار ما قسمت ایمپورت جیومتری رو برای شما توضیح دادیم. گزینه‌های مربوط به این بخش رو بررسی کردیم و همراه با یک مثال گفتیم که این گزینه‌ها چه کاری رو برای کاربر انجام میدن. انشالله در جلسه بعدی ما به سراغ Add Local Sizing میریم. برای این قسمت در نظر داشته باشید که شما اگر احیانا بخواید روی سطوح خاصی از هندستون مش هدفتون رو ریستر کنید، ما از قسمت Add Local Sizing استفاده میکنیم. در جلسه بعدی Face Sizing، Body Sizing، Body of Influence و Face of Influence و در کنارش Curvature و Proximity رو توضیح خواهیم داد و سپس با استفاده از مثال میایم قسمت‌های مختلف رو بررسی میکنیم. امیدوارم از مطالب گفته شده در این جلسه بهره کافی رو برده باشید. تا جلسه دیگر خدا نگهدار.